به برکت این ماه و به برکت موالید عظیم الشأن این ماه بزرگ و با پیشنهاد ریاست معظم قوه قضائیه، مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای 1398 97 96 و سالهای قبل از آن داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت 16 نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت قرار گرفتند.